میدونستید توی اکسل به راحتی میتونید همچین کاری انجام بدید. ببینید من اطلاعات رو وارد میکنم، روی این دکمه کلیک میکنم و به راحتی اضافه میشه. مثلا هلو رشت 2500 تومان اضافه کردن رو میزنم، اضافه میشه. اینجا یه شیت خام دارم که میخوام همین رو روش پیاده سازی بکنم. اولین کاری که میکنم میام به تب دیولپر و روی رکورد ماکرو کلیک میکنم. یه اسمی براش در نظر میگیرم که من اینجا اینسرت رو با 3 تا تی میذارم که حواسم باشه. ماکرو جدید اوکی رو میزنم. حالا هر کاری که بکنم پشت پرده اکسل داره برام ذخیره میکنه. همون کارهایی رو که قرار هست دستی انجام بدم رو اینجا مرحله به مرحله با دقت انجام میدم. یه ردیف اضافه میکنم، دیتا ها رو کپی پیست میکنم و فرمتش رو هم روش اعمال میکنم و بعد برمیگردم دیتای اولیه رو پاک میکنم، توی اولین سلول قرار میگیرم. حالا میام روی استاپ کلیک میکنم، کافیه روی این دکمه کلیک راست بکنم، اساین ماکرو رو بزنم و اون ماکرو رو انتخاب بکنم. حالا ببینید اینجا داده ها رو وارد بکنم، به راحتی روی اضافه کردن که کلیک بکنم به لیستم اضافه میشه. جالب نبود؟ لطفا لایک کنید و بفرستید برای دوستاتون. دم شما گرم.